خانم ها و آقایان، مسابقه پیش رو یک مسابقه تگ تیم سر کمربندان تگ تیم ALW. شمارش بیرون رینگ باعث رد صلاحیت میشه. استفاده از وسایل برای ضربه به حریف باعث رد صلاحیت میشه و تنها راه برای برد با پینفال یا سابمیشنه. و حالا تیم چالنجرها تشکیل شده است. یاسین ایکس راکس و زیرا اینجری سیزن. یکی از ترسناک‌ترین تگ تیم هایی که این کمپانی تا حالا به خودش دیده و هیچ مشکلی هم با خشونت ندارن. اگه حرفمو باور نمی‌کنید بهتر سرویس و ویلیام بپرسید. و حالا خانوم ها و آقایان، لطفاً خوش آمد بگید به قهرمانان تگ تیم ALW، ماریو و لویجی، برادران سوپر ماریو. برادران افسانه‌ای. کسی فکرش نمی‌کرد که اونا به اینجا برسن، ولی خب حالا اونا اینجان. باید از تایتل خودشون توی اولین پیپرویو کمپانی در مقابل ایکس روکس و زیرو دفاع کنن. و حالا مسابقه اوپنر. زنگ به صدا در میاد و رپ میکنن اینور. ایکس روکس با یه ضربه کیک سنگین لویجی رو زمینگیر میکنه، ضربه پانچ که لویجی ریورسش میکنه، ضربه کیک جا خالی میده اونور، دوباره رپ میکنه و میره برای یه سوپلکس. نه، یه ضربه سنگین به سر لویجی زده میشه. لویجی سری بلند میشه، دوباره ربش میکنن. ضبط نیه سنگین ایکس روکس به لویجی. تا الان مومنتوم دست ایکس روکس بوده و حالا ضبط پانچش این بار موفقه و یکی کم به شکم لویجی میزنه و میره برای سانتونی که موفق بوده. حالا میره کاور شماره یک که ضربه شماره دو لویجی که کاوس میکنه، بلند میکنه، ربش میکنه آیرش ویب که حالا لویجی میتونه بدلش کنه و خوش آیرش فیلم میکنه سمت ماریو. یک کلوزلاین سنگین. حالا به اونور شوله تکل به زیرو، یه دراپ کیک هم به سر ایکس روکس میزنه. حالا با ماریو تگ میکنه. این چی کار قراره بکنن؟ ضربه کیک ماریو حالا دست بالاتر رو داره، ضربه پانچ و یه ضربه کیک دیگه به شکم ایکس روکس زده میشه و خوش آیرش فیلم میکنه. یک کلوزلاین سنگین. ماریو عالی عمل کرده و ببین چی کار قراره بکنه. فعلا داره کوری میخونه برای ایکس روکس. ایکس روکس هم داره بلند میشه، خوش دوباره آیرش فیلم میکنه که این بار یه ستاپ یه سنگین از ایکس روکس به ماریو. یه بار دیگه این بار دراپ کیک از ایکس روکس زده میشه، میگیرتش. یه ضربه کیک به دست ماریو زده میشه. یه ضربه کیک دیگه این بار به کمرش زده میشه و بلند میکنه ایکس روکس ماریو رو. ضربه پانچ، یه چاپ که موفق نیست و خیلی زاویه دید خوبی نداریم، ولی البو دراپ رو میزنه و خیلی سنگینیه. بود ایکس روکس میره بیرون رینگ. ماریو خوبی شد، عجب غریب داره آیرش فیلم میکنه سمت تناپا. ایکس روکس بلند میشه، دوباره شماره یک شماره دو و جفتشون هم
اصولی بزدن. حالا ایکس روکس وارد رینگ میشه، دوباره ایکس روکس رپ میکنه، این بار آیرش به موفق و یه ضربه پانچ سنگین به صورت ماریو زده میشه. ضربه کیک و خیلی دید خوبی نداریم. ماریو و بلند میشه، ضربه پانچ نیو کیک و حالا یه ضربه نیو سنگین و یکی که عجیب غریب از ایکس روکس و حالا لویجی وارد رینگ میشه. حتی اینور ایکس روکس حواسش نیست و چیکار کنه، حرکت میخواد بکنه، خیلی موفق نبود، یه دراپ کی از پشت اون میخوره. چیکار میکنن اینور ماریو رو بلند میکنه، حواسش نیست، یه دابل اکس هندل که نه، ولی حالا رول، حالا داره شمارهش که قبل شماره 1 ایکس روکس کیک میکنه ولی دابل اکس هندل رو میزنه. لویجی منتظر یه البو به کمر ایکس روکس زده میشه، ضربه کیک دوباره جا خالی و یه ستام یه سنگین دیگه از ایکس روکس. واقعا عالی بود. حالا لویجی بلند میکنه، یه بکاپ، یه بکهند سنگین و حالا با زیرو تگ میکنه. تا الان خیلی لویجی و ماری عمل کرد خوبی نشد، ماری خوب ولی لویجی نه. حالا یه دراپ کیک به پای زیرو میزنه و حالا یه دابل اکس هندل از لویجی به زیرو، یه بار دیگه هم انجامش میده. حالا میره بالا سرش به سنگین به صورت به گردن زیرو. حالا به سنگینی که زیرو فکر نکنم بعد اون بتونه ریکاوری کنه. حالا بلندش میکنه، میگیرتش، آیرش فیش میکنه سمت گوشه رینگ و با لویجی تگ میکنه، با ماریا تگ میکنه، یکی تیمی قشنگ و حالا ضربه کیک و اونورم البو بعدش از ماریو. یه تیمی واقعا قشنگی دیدیم و اونورم تحقیر داره میکنه. ماریو زیرو رو یکی کم میزنه به کمر زیرو و حالا اونور زیرو از این موقع استفاده میکنه، میره برای رول شماره 1 که قبل شماره 2 ماریو کیک اوت میکنه، ضربه کیک جا خالی میده، یه ضربه کیک دیگه، ضربه کیک دوم خیلی موفق نبود. حالا ضربه پانچ از ماریو و یه یورناگه سنگین روی زیرو و اونور زیرو میخواد وارد رینگ بشه که ایکس روکس میخواد وارد رینگ بشه که نمیتونه و دیگه انجام نمیشه، ولی زیرو عمل میکنه و دوباره که یه فیس بریکر سنگین. اینجا خیلی لویجی دوربین و ضربه پانچ که حالا لویجی خودش دخالت میکنه. اینورم کروزدانی که نشد و آیرش ویپ، ولی این بار ماریو دست بالاتر داره، یه پاور اسلم میزنه و حالا میره برای اسلم مخصوصشو، ضربه سنگینی رو انجام میده. حالا بلند میکنه زیرو رو، ضربه پانچ و حالا میخواد بره برای ضربه حرکتی میخواست نتونست انجام بده و زیرو حالا یه بک بریکر سنگین بک سبر میزنه به ماریو. ایکس روکس تگ میکنه، ایکس روکس وارد میشه، ماریو هم داره کم کم بلند میشه، بلندش میکنه، یه آیرش ویب، یه ضربه اسپیری میخواست بزنه که نمیتونه، حالا ضربه کیک از ماریو خیلی هوشمندانه و حالا هم تگ از ماریو به لویجی و دابل اکس هندل دوباره انجام میشه، ضربه کیک بلند میکنه ایکس روکس رو، میره برای حرکتی که موفق نیست و حالا ایکس روکس دست بالاتر داره، چیکار میخواد بکنه که ضربه پانچ به گردن ماریو داره فشار میاره، ضربه کیک سر ایکس روکس هم خون داره میاد و حالا میاد لویجی بلند کنه که موفق نیست و یه سوپلکس و میره برای دومین سوپلکس و این شما و این تریامیگو از لویجی به ایکس روکس، یه حرکت زیبا که چون یه جور ادا احترام هم به ادی گررو هست. حالا زیرو وارد رینگ میشه، ضربه سوپر کیک نمیتونه این لویجی نمیتونه بزنه، آیرش ویپ که لویجی بدل میکنه یه هوریکن رانه زیبا، میخواد بری بیرون رینگ، میخواد چیکار کنه، میره برای سویساید دایوی که خیلی موفق نیست. حالا زیرو رو دست لویجی کار میکنه، بلندش میکنه، دوباره شماره 1 اینور سیگنیچر مخصوصش رو انجام میده، و چیکار داره میکنه، زیرو وارد رینگ میشه، اینور ایکس روکس درگیر میشه با لویجی، ضربه پانچ حالا میخواد دوباره شروع کنه که موفق هم هست این بار، ضربه پانچ سنگینه ایکس روکس
به لویجی جفتشون حالا زیرو دوباره وارد رینگ میشه. گفتم شماره 1 ایکس دوباره میره سمت لویجی که خب این بار رو ضبط نی. لویجی موفق ماریو اونجا فقط داره نگاه میکنه. 3 یا 4 اگه اشتباه نکنم. حالا ضربه کیک دوباره زیرو میاد بیرون رینگ. لویجی تخور ایکس روکس بوده و یه ورکین رانر زیبا. ماریو میاد پایین، زیرو وارد رینگ میشه و اینور ماریو حالا به ایکس روکس حمله میکنه و لویجی هم وارد رینگ میشه. ضربه کیکشو انجام داره میده. اینور میره برای رول. زیرو موفقم هست یا نه که تال رول رو هم میتونه انجام بده. دوباره میره شماره 1 2 که کیک اوت و لویجی سری بلند میشه و حالا فینیشر زیرو زده میشه روی لویجی و ماریو سری میاد داخل رینگ و قبل که حتی دوباره به شماره 1 برسه. این ماریو که پین رو خراب میکنه. زیرو میخواد بره برای اسپلاشی که خیلی موفق نیست. حالا موقع برای لویجی فراهم ضربه پانچ و حالا یه سانست فیلیپ پاور بامب عجیب غریب که چطور تونست به اون قد و قواره سانست فیلیپ بامب بزنه. حرکت عجیب وانک از لویجی ها. حالا سوپر کیک مخصوصش رو لویجی انجام میده. چیکار میخواد بکنه؟ بلند میکنه سری زیرو رو و میرتش گوشه رینگ. ماریو قرار چیکار کنه؟ یه فور آرم سنگین رو دارم ماریو حواس ایکس روکس رو پرت کنه فینیشر رو لویجی. حالا بعد ببینیم چیکار میکنن. ضربه پانچ و حالا دوباره میره شمارش 1 2 و 3 و عجب حرکت تیمی عجیب غریبی از ماریو لویجی که جواب هم داد و برنده این مسابقه میشن تایتلشون رو نگه میدارن و همچنان قهرمانان تگ تیم ALW برادران سوپر ماریو. خانوم ها و آقایان، مسابقه پیش رو یک مسابقه گانتلته. برنده این مچ اولین قهرمان کمربند هاردکور خواهد بود. هیچ شمارش بیرون رینگی وجود نداره. هیچ رد صلاحیتی وجود نداره و تنها راه برای برد فقط با حذف کردن رقیب هاست. و معرفی اولین نفر از ایران شهر رشت، راک. و نفر اولی که تو این گانلت مچ وارد میشه روک. فردی که خب از لحاظ شانسی خیلی بهش نیفتاده ولی باید ببینیم که چیکار قرار بکنه. و معرفی دومین نفر از مینز نیویورک، رد فلیم. و نفر دوم گویی از خونهای جهنم، بعد که همه رو تو شعله های خودش میسوزونه، رد فلیم. و زنگ مسابقه دوم هم به صدا میاد. گانلچ سر کمربند هاردکور. روک رد فلیم مشروع میکنه. یه سوپر کی از روک زده میشه، میخواد که رد فلیم بلند شه و فلیم هم همین کارو میکنه. یه سوپر کیک دیگه از روک به رد فلیم و خیلی هم خوب تا الان روک شروع کرده این مسابقه رو. رد فلیم بلند میشه و نفر بعدی داره وارد رینگ میشه و یه دیدی زیبا از روک به رد فلیم بلند میکنه روک فلیم رو. و نفر دوم اگه شما نکنم ال آنجل و ضربه پانچ ضربه میشه. ضربه نفر سوم البته ال آنجل ضربه پانچ رو نگه میداره. ال آنجل حالا وارد رینگ میشه، گرپ میکنه، موفقم هست برای حرکتی میخواد بزنه و باترفلای نیک بریکرش رو موفق انجام میده و رد فلیم و یه تریم و مونسالت زیبا و رد فلیم هم از زیر این کندوستیک در آورد.
چون اسپرینگ بوک سالتی زد الانجل. حالا زبط کندو استیک میره برای کاور. همون اول روک همون ور داره پلکان میاره و میره شمارش 1 که شماره 2 کیک میکنه اتفاقی. و این ور المینی وارد رینگ داره میشه. ضربه پانچ این ور از روک و یورونوگی هم میزنه و ضربه پانچ از رد فلیم رپ میکنه. میخواد در چه حرکت میخواد بره برای فالو اسلم که موفق نمیشه. یه دیدیتی از روک اون برم چه رولی رول تو رول اون بر داره میشه. یک اون بر چقدر رول تو رول اون بر داره میشه بین المینی و الانجل که آخر روک رولشون رو به هم میزنه. المینی میره در پانچ برم یه رول از رد فلیم بره برای یه دراپ کیکش که روک اجازه نمیده و میره برای رول. حالا خود روک همین و کوین والنتاین وارد میشه و رول را به رول تبدیل میکنه. المینی شماره 1 که قبل شماره 2 یه رول دیگه این بار از روک. شماره 1 که بازم کیک اوتو در ضربه نیاز میزنه و روک ردش میکنه. یه بک سوپلکس از رد فلیم این بر آیرش فیلد میشه سمت برکید. آیرش فیلدی که روک جا خالی می ضربه رد فلیم و سوپر کیک این بر فیرس میشه. المینی و پرت میشه بیرون رینگ. کوین والنتاین خیلی موفق نیست الانجل به هر حرکتی میخواست روی روک انجام بده و من روبی وارد رینگ میشه. روبی براکس و روک هم کندوستیکو برمیداره. ضرب سنگین کندوستیکشو شروع میکنه به الانجل و هم روبی شروع کرده به کتک زدن کوین والنتاین و المینی هم بیرون رینگ موفق نسبت به رد فلیم و حتی میتونه بلندش هم بکنه. نه تنها بلندش میکنه پرتش هم میکنه سمت کنارهای رینگو. کیک از روک و یه اسپانیش فلای کلوزاین رو بدل میکنه الانجل به اسپانیش فلای و کوین والنتاین این بر پرت میکنه. روبی خودش وارد رینگ میشه میخواد هر حرکتی بزنه. الانجل که موفق میشه سیگنیچر مخصوصش رو بزنه برام یه اسپرینگ بوک زیبا و الانجل میخواد چیکار کنه. یه دراپ کیک از المینی چه میخواد جذاب شده تا الان و الانجل هر کاری میخواست بکنه موفق نبود چون اسپوت یه الکتریک چیر از المینی دریافت میکنه. روکم کم کم بلند میشه ضربه چاپو بدل اونجا خالی میده ولی این دفعه یه فالو اسلم میخوره. رپ میکنه المینی کوین والنتاین و آتش گوشه رینگ و ایلبو رو دریافت میکنه. خود المینی موفق نبود و حالا میره برای شرکتی یه پدگری عجیب غریب میزن اونور مانکی فلیپ روی روک. رد فلیم اونور کتک خور روبی شده و روبی هم خیلی خوب داره عمل میکنه. کوین والنتاین رو میزنه. المینی حرکت بکنه خیلی موفق نبود. خوش میاد داخل رینگ و روک یه بار دیگه پلکان ورم داره. اونورم یک اسپرینگ کلوز لاین از المینی پرتش کنه داخل رینگ که موفق نیست ولی روبی هم اجازه نمیده به روک حرکت میخواست بزنه. کوین داره با صندلی میاد سمت حرکی که رد فلیم جلوشه میگیره. یه بیگ بوت سنگین و اونور بک سبر از روک. خیلی قشنگ هم بود و لگ دراپی که المینی نمیتونه بزنه. اونور ضربه پانچ میره برای استانر مخصوصش روک روی روبی و اونورم فینیشرش رو میزنه الانجل. میره شماره 2 المینی کیک هاوس میتونه بکنه. میره برای فالکون ارو این دفعه روک و موفق هم هستش. یه بک سوپلکس هم اینجا الانجل میزنه. حالا میره برای جرم سوپلکس موفق هم هستش برای هر حرکتی میخواد بزنه و اینور آچمز رو روک میخواد انجام بده روی رد فلیم که انجامش هم میده و میره برای کاور. بله داور میره برای شماره 1 2 و 3 و اولین حذف شده این مسابقه رد فلیمه. قد عجیب غریب بر رابی با کندو استیک به جون الانجل میفته. المینی هم کاور میکنه که موفق نیست و کوین والنتاین تو شماره 1 کیک اوت میکنه. کندو استیک عجیب غریب پرت میکنه روک. حالا این در میره برای فینیشر خودش المینی و انجامش هم میده روی روک. میره برای کاور و دراپ رو هوا شماره 1 2 و کیک اوته. روک تو شماره 2 و
الانجل خیلی بر کیکش موفق نبود و رابی المینی و درگیر میشن. الانجل زانه مفته توی پلکان، میدونم که مشکل سنگین نداشته باشه. زده کیکو میخوره کوین ولنتاین و اونور یه سوینگ بورد زیبا از روک روی المینی، اونورم بلاکباستر از روبی. عجب مسابقه شاهکاری و ضربه نی. روبی چیکار میخواد بکنه؟ روبینگ این در هستش پلکان اونور ورمیده روک کندوستیک اونورم میره باید ساب میشن سنگین. ببینید کوین ولنتاین تسلیم میشه یا نه که نه. ورم پلکانو چقدر سنگین پرت کرد سمت الانجل و یه ساب میشن دیگه رو این دفعه میره یه باسن کراب دیگه. این الانجل خیلی موفق، المینی خیلی موفق نیست. سوپر کیکو میخوره اونورم کوین ولنتاین سریع تپ اوت میکنه. نفر بعدی که کاور میره بیرون کوین ولنتاین و حالا اینور یه استانر سنگین روی رابی. حواس رابی نیست و داور میره شماره 1 2 و کیک اوت از رابی. کسی انتظار اینو نداشت ولی یک کیک اوت از رابی و کار حالا خیلی سخت‌تر میشه. 4 نفر موندن. ببین چیم سر و پانچ برای یه هل کیک گراب میکنه، کاور هم میکنه بر الانجل. این بر ضربات نیو کله رابی رو تناب میکشه. ضربه کندو استیک روبین. الانجل خیلی موفق نیست و دوباره روک توی پرت کردن کندو استیک موفق نیست ولی دراپ کیکشو میزنه به رابی و الانجل. این ور ضربه کیکشو میزنه، یه ضربه پانچ میخواد ببین بر چه حرکتی میخواد بره که روبی نمیتونه خوشو پرت میکنه روک که المینیشون رابی رو نجات داد و یکی ضربه سنگین به قفسه سینه‌اش وارد میشه. چیکار کنه؟ المینی که یه دابل اکسندل به روک میزنه بیرون رینگ. حالا بلندش هم میکنه، گربش میکنه، میخواد برگردانش داخل رینگ که دوباره گربش میکنه و یه نکریکر روش میزنه. دوباره گرب میکنه این دفعه رابیو و نش میکنه ببره اسلم که رابی اجازه نمیده هر حرکتی میخواست انجام بده. روک صندلی ورمیدار رو پرتش میکنه سمت المینی که این دفعه بالاخره موفق. روک اجازه هم نمیده که رابی هر حرکتی میخواد بزنه و حالا میره برای آرژان ضربه مخصوصش و فینیشرش رو اینجا بیرون رینگ انجام میده که از معدود فینیشرهای روک بود و پرتش میکنه داخل رینگ. حالا میره برای کاور شماره نه بر کاور نمیره، بلندش میکنه. ببخشید چیکار کنیم؟ و حالا استانر مخصوصش رو انجام میده. استانر مخصوصش رو انجام میده و کار تموم شد فکر کنم برای روبی که نه نمیکنه و یه فور آرم سنگین رو حالا انجام میده. روبی افتاد بیرون بنده خدا و یه بک سبر سنگین از المینیوم میره برای کاور. میره شماره 1 2 که کیک اوت ور سنتانی که موفق انجام میده و این ور ریورس دیدیتی زده میشه روی المینی. رابی اون ور بلند میشه وارد نمیشه ولی این ور الانجل میفته بیرون رینگ. فقط هست برای حرکتش نه آیرشوی میخواد انجام بده که خیلی موفق نیست. آرم درگ حالا بلندش میکنه روک و ببینیم چیکار میخواد بکنه و میره برای استانر مخصوص خودش. استانر زیبا و احتمالا الان هم میره برای کاور شماره 1 2 و 3 و نفر بعدی که حذف میشه رابی بروکسه. ببین چیکار میکنه برای پلکان پرت میکنه. المینی سمت الانجل. 3 نفر آخر روک مونده، المینی و الانجل و دابل اکسندلی که المینی به خیلی هوشمندانه گول میزنه روکو. ضربه پانچش رو انجام میده، خیلی موفق نیست ولی حالا گربش میکنه برسش روی شولدرهاش روی شونهاشو پرتش میکنه سمت تنابه رینگ. حالا این چیکار میخواد بکنه؟ میخواد روی پای رو کار کنه که با یه اینزاگری روک جوابشو میده. ضربه پانچ از الانجل دیگر میده اسم رو و بلندش میکنه. حالا الانجل رو که ضربه پاش جوابشو میگیره. آیرش ویپ حالا آیرش ویپش خیلی موفق نیست و یه بک بریکر مهمون روک میشه و لگ دراپ از روک واقعا عالی عمل کرده تو این مسابقه و چیکار قراره بکنه.
چی میکنه و بر یه کلوزلاین میزنه به الومینی. الانجل هم دور این داره قدم میزنه، از این میخواد یه چیز پرت کنه و اونور روک میره برای سویساید دایو، یه سویساید دایو زیبا و الانجل هم صندلی اونور خودش خیلی موفق نیست، صندلی ورداش ولی نمیتونه روکو بزنه و خودش اونور آنشوت میکنه، این ضربه کیک میخوره از الانجل و حالا الانجل موفق برای زدن دراگون سوپلکس. دراگون سوپلکس بی‌نقص از الانجل. آیریش ویپ، هوریکن رانا و روک میره بیرون زمین کاور. شماره 3 رو داور بشماره که الومینی کیک اوت میکنه. یکم صندلی ورمیداره منتظر موقعه و یه اینزگری زیبا حالا وارد رینگ میشه. رو کفس الانجل نیستش ولی ضربه نیست انگیرشو میزنه و میره برای کاور. شماره 1 2 و 3 و حالا 2 نفر آخر موندن که ضربه کلیمور سنگین رو میزنه. ضربه کیک و ببینیم چیکار میخواد بکنه. ضربه کیک در بار دوم نسوس موفق نبود و اینور میره برای یه سوپلکس سنگین روی صندلی ولی الانجل سری بلند میشه. چقدر مچ زیبایی شده و یه دراگون سوپلکس دیگه. عجب مچی. ضربه کیکشو شروع میکنه. الانجل ضربه پانچ دوباره این دفعه یه بک سوپلکس سنگین میزنه. صندلی برمی داره یه ضربه با صندلی میزنه. ضربه بعدی هم میزنه منتظره که روک بلند شه و حالا ضربه سوم هم با صندلی بهش میزنه و بلندش میکنه. عجب مچیوت. حالا ضربه نی و حالا فینیشرش انجام میده. الانجل روی روک برای کاور. چی میشه؟ شماره 1 2 که تو شماره 2 رو کیک اوت میکنه تموم نمیکنه. یه فینیشر دیگه این دفعه فینیشر پشت فینیشر. شماره 1 2 و کیک اوت از روک. قدر مسابقه عجیبی که کیک اوت تونست بکنه و سوپر کیک سری میزنه. روک میدونه که یه ثانیه نباید قفلت کنه. الانجل اونور خیلی زنگین خورده و گوشه رینگ سعی میکنه جمع کنه. حالا یه بکستبر سنگین دیگه و روک حالا منتظره که الانجل بلند شه ببینیم چیکار میخواد بکنه. ضربه پانچ رو فعلا میزنه که فقط نیست و یه ضربه کیک میخوره در ازاشو و اسپینگ مونسال که نه. روک جا خالی میده و حالا آماده است برای زدن آشپز. بلندش میکنه و روک آشپز رو میزنه. میره برای کاور. بله دوباره میره شماره 1 2 و 3 و این شما و این اولین قهرمان هاردکور توی یکی از مسابقات هاردکور این کمپانی روک. و اولین قهرمان کمربند هاردکور کسی نیست جز روک. خانوم ها و آقایان، مسابقه پیش رو یک مسابقه 4 نفر است. برنده این مچ اولین قهرمان کمربند آنلیشت خواهد بود. هیچ شمارش بیرون رینگی وجود نداره. هیچ رد صلاحیتی وجود نداره و تنها راه برای برد فقط با پینفال یا تسلیم کردن حریفه. و حالا معرفی اولین نفر از ناکس کانتی تنسی، کوکین. و حالا
کوکین، فردی که هیچکس فکر نمی‌کرد به اینجا برسه، ولی خب الان اینجاست برای فیتال فور سر کمربند آنلیشت. نفر دوم بر از آتلانتا جورجیا، اونیکس. و کسی که حتی خود شیطان هست باش سرعت رو در روی نداره که حتی هیچ منطقی از توپ تبدی نداره. این شما و این اونیکس. نفر سوم از توکیو ژاپن، جانی گرین اسکال. و کابویی تنها فردی که برای رسیدن به اینجا همه چیزشو فدا کرد و الان نزدیکه که به آرزوی بچگیش برسه، یعنی قهرمانی جهان. و بالاخره نفر چهارم از ایران، شهر گرگان، امیر. و نفر چهارم امیر، فردی که میشه به نسبت بعدی عجیب ترین بروز رو به کوالیفایر مچ داشت که لانچوت به شکل عجیب غریبی مصدوم شد و حالا امیر اینجاست و یکی از کاندیدهای اصلی قهرمانی هم میتونه باشه. و حالا زنگ مین ایونت زده میشه. باید ببینیم تو نسخه چی قراره بشون. بر ضربه پانچ از کوکین که امیر جاخالی ریورس میکنتشو، فیس فرست میشه، سمت روپ. اونیکس یه پاور بام از امیر زده میشه. جانی روی پای اونیکس کار میکنه، گراب میکنتش یه بار دیگه امیر و میره برای پاور بامش هم انجام میده. کلوزلاین سنگین از اونیکس و جانی همون اول مچ میزنه یه اسپینگ بود مونسالت زیبا از اونیکس. چیکار قرار کنیم در ضربه پانچ از پشت و یه پاپ هندل بک بریکر از امیر. ضربه کیک جانی به کمر کوکین و امیر هم آیرش ویپ میکنه. اونیکس بیرون رینگو کلک زد فکرم به امیر، چون خودش دراپ کیک اومد بزنه که سورپرایز شد. آیرش ویپ بدل میکنه و برای جانی کوری میخونه. امیر وارد میشه، ضربه پانچ رو میزنه به جانی آیشفی برای بار دوم که حالا کوکین از پوش میگیرتش که ضربه البو رو دریافت میکنه، ولی با استش همر رو کمر کوکین میزنه، چیزی نمیشه. امیر رو حالا میندازه و برای بار دوم به کوکین استش همر رو میزنه. اونیکس که انگار نه انگار رو یه حرکت لوچادور عجیب غریب از جانی با همچین قد و هیکل خیلی واقعا انصاف پذیر جانی. اونیکس میره برای کاور و دوباره سندلی که امیر موفق نیست. حالا کوکین وارد رینگ خواد بشه و امیرم همینطور موفق نیست. اینزاگری از امیر که خیلی عجیبه که اونم داره همچین حرکتی رو میزنه. بعد یه جوری به جانی نشون بده که فقط همچین قابلیتی نداره و
فعلا با صندلی. کوکین جوابشو میده، یه سینگل لگ دراپ هم میزنه. جانی میخواد بره سراغ امیر که امیر اجازه نمیده و پرسش میکنه. ضربه پانچ به کوکین خیلی تاثیر نداره ولی اینور آیرش به اونیکس تاثیر داره. یه استچمر رو میزنه خود امیر به اونیکس. ور یه حرکت لوچادور دیگه از جانی زده میشه به روی امیر. این بار چیکار میکنه؟ میره برای اسپینگور سوانتان که موفق نیست، میشه خودش رو میزنه. فکرم کلش هم بود وسط فلزی پتک فوتبال مرد و نردبون. اونیکس میاره و سوپلکس رو میخواد انجام بده که موفق نیست جانی، ولی زهرم به میزنه امیر. یه بار دیگه ایزوگری این دفعه برای جواب خیلی شد دورش رو ضربه کیک سنگین. صندلی رو بلند میکنه پرت میکنه سمت کله جانی. یک بار دیگه بلند میکنه و این دفعه ستاپش میکنه گوشه رینگ. چیکار کنه؟ امیر آیرش ویش کنه که بلو ضربه خیلی سنگین و کاور سری. کوکین اونجا وارد میشه و کاور رو به هم میرزه، دوباره برمیگرده به سمت اونیکس. استشمه رو حالا برمیداره و پوتک زخمتی شد انجامی سر چقدر پله کنه تمیز پرت کرد. کوکین زخم پوتکش رو داره ادامه میده امیر رو. جانی بالاخره بلند میشه که دوباره باز پرتاب استچ همر میفته روی زمین روی رینگ. چاپ کوکین ضربه چاپ اونیکس بدن کنی ضربه نیه سنگین، ولی ضربه چاپ از امیر این دفعه میره که این دفعه با یه ضربه کیک دیگه چیکار داره میکنه امیر رو جانی و حالا یه دیدیتی سنگین. جانی واقعا غیر قابل ترین پیش بینی ترین کوشگیری که من دیدم. حالا میره حساب میشن میره یه تسلیم میشه یا نه که نه خودش آزاد میکنه و دراپ کیک از کوکین. ضربه نیه هم امیر میزنه. همکاری طور بین کوکین و امیر بود و کوکین امیر رو به پرواز در میاره ولی فولد سالم خوبی نداشت و میره برای ضربه نی که سنگین به قفسه سینه امیر خورد و اونیکس ناگاهانه داشت کریر امیر رو تموم میکرد. ضربه پانچ میره برای کاتر خودش امیر. حالا این ور روش میکنه میخوان همکاری کنن با هم دیگه. جانی و کوکین که موفق نیستن و حالا یه لوبلوی سنگین از کوکین و کوکین فکر کنم دیگه تا آخر مچ اون هم ریکاوری قرار نیست بکنه خیلی سالم خیلی زیاد. امیر کوکین رو بلند کنه میرسه سمت میز که اونیکس بر اونیکس برخورد میکنه. ضربه پانچ از جانی به روی امیر. ضربه پانچ رو خود امیر هم میزنه و حالا بلندش میکنه و کوکین اون ورس میزو از ستاپ در میاره. میزنه میخواد بزنه به امیر که خیلی موفق نیستش و امیر رو کیک کوکین رو به زانو در میاره پرتش میکنه سمت بریکید. کوکین میره برای سایدال پیستم که موفق نیستش ولی با بیگ بوت امیر رو میندازه روی زمین میکنه گوشه رینگ. کوکین حالا همون که اومد داخل داره میاد بیرون و جانی سرشاخ میشه با امیر که موفق نیست و کوکین با ضربت استچ همر جفتشون رو میزنه. اونیکس میخواد حرکت بزنه که جانی اجازهش نمیده آرش فیش میکنه. اونیکس وامیسته در آیرش میخواد بکنه کوکین امیر که موفق نیستش و حالا میره برای یه پاور بامب دیگه که پاوربامبشو انجام نمیتونه بده چون با پوتک اونیکس میافته به جونش و پوتکو پرت میکنه تو صورت کوکین. خیلی بیرحمانه داره کار انجام میده و میزه حالا برمیداره اونیکس فش میکنه پایین بکنه. اونیکس خیلی حرکتش عجیب و وحشیانه است ولی خب یه دراپ کیک صورتش میزنه. میخواست یه جور تلافی طور بزنه کلوز لاین حالا انجام میده. که سنگین و حالا با سطل آشغال میافته به جون اونیکس. اونیکس سری بلند میشه و کوکین با ضربت پانچ کلوز لاین جانیو میندازه زمین. ببین چیکار میخواد بکنه. یه کلوز لاین دیگه این ور از کوکین. جانی بلند میکنه امیر جانی بلند میکنه و میره برای پاور بامپش هم انجام میده امیر به جانی. در ضربه کندوستیکی که موفق نیست از کوکین. امیر اونور بلند میکنه و پرسش برمیگرد جانی برمیگردن داخل رینگ. اونیکس هم اونور
که با یه هوریکن رانه حالا جانی امیر رو میده زمین کاور. اونیکس علی پشت سرشونه که قبل اونا نیسرجریو اونور انجام میده. اونیکس که با 2 تا دابل اکس هندل همراه میشه، کیکو همزمان میزنن جانی امیر و جانی میره که اونور فینیشرش میزه. حواسم نبوده، سری میره برای کاور، سری میره کاور شماره 1 2 و 3 و تموم. جانی توی یه قفلت مسابقه رو از دست میده و اولین قهرمان جهان، اولین قهرمان این کمپانی، قهرمان اصلی امیر میشه با یه قفلت عجیب غریب از جانی. و اولین قهرمان کمربند آنلیشت کسی نیست جز